تجمعی در برلین در سوگ زنان شهید غزه. تشکلی که میگوید هدفش افزایش آگاهی از اتفاقات خونین غزه است، به ویژه در مورد زنان که بنابر گزارش‌ها تاکنون دست کم 9000 نفر از آنان در حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند. زنان در غزه در وضع بسیار غیرانسانی به سر میبرند، از نبود بهداشت و سلامت، به خصوص برای زنان باردار یا مادرانی هستند که کودکانشان به خاطر نبود غذا در حال جان دادن است. مدافعان حقوق مردم فلسطین با نوشتن نام شماری از زنان شهید غزه و طراحی نمادهایی به شکل کبوتر با این پارچه نوشته ها میگویند هدفشان افزایش آگاهی مردم است و اعتراض به دولت مردان به خاطر سکوتشان مقابل نسل کشی در فلسطین. چی میتونم بگم؟ در آلمان شرایط تأسف‌باره. البته در میان مردم همدردی با انسان‌های گرفتار در غزه رو به افزایشه و این خوبه که برخلاف سیاستمداران فکر میکنن. ما هر روز شاهد صحنه‌های وحشتناکی هستیم که در غزه اتفاق میفته. حامیان فلسطین واکنش جدی کشورهای غربی به خصوص آلمان را برای توقف جنایات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی خواستار شدند. بر اساس گزارش آژانس امدادرسانی به مردم فلسطین زیر مجموعه سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ غزه روزانه به طور میانگین 63 نفر از زنان فلسطینی قربانی حملات رژیم صهیونیستی شدند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.